عزیز مخلصان و هواداران گوشتین ملی گوشتینگیری، اکنون توجه میکنیم با وزن جمع 95 کیلوگرم برای به دست آوردن مدال طلا نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان، قهرمان جهان عاید به گوشتینگیری در سال 2024 شکر محمد میرمحمدov بر مقابل نماینده ولایت سوخت نکروز نکبخزاده نیروسنجی میکنند و هر دو اکنون اندر میدان میشوند. نکروز نکبخزاده امروز رقابت‌های بسیار هم جالب را نشان داد، حریفان رو با امتیاز حلال تسلیم کرد و میبینیم که بر مقابل شکر محمد میرمحمدov چگونه هنرنمایی میکند. خب اکنون شکر محمد میرمحمدov با یک تک سفید است، نکروز نکبخزاده از ولایت سوخت یک تک سبز بر کرده است. اکنون این رقابت چگونه صورت میگیرد ما و شما همه یک جا متوجه میشویم. بعضی مربیان و بعضی مخلصانی که سابقه زیاد دارند در رشته گوشتین ملی از جهت مخلصی اینجا تخمین کردند که شکر محمد میرمحمدov نکروز نکبخزاده را شکست میدهد، اما این را جریان رقابت نشان میدهد. اگر همان حلوک درونه را استفاده کرده تواند نکروز نکبخزاده شکر محمد میرمحمدov اینجا پیروزی را به دست میارد. خب عبدالله سید خوجایف داور درجه بین المللی این رقابت را حکمی میکند که اولین آگاهی را به خاطر نادرست داشتن از آستین به نکروز نکبخزاده داد. در این رقابت با عبدالله سید خوجایف سمندر محمدی داور درجه بین المللی و اینجا بسیار هم عملکرد خوب داشت شکر محمد میرمحمدov و رحمان علی شریفov کمک میکنند داوران کنجی. از همه شاید رقابت جالب و دیدنی همین نیروسنجی با حساب رود در خطر رقابت یک نظر نظرov و رحمت الله بیگ فرهادov. شکر محمد میرمحمدov با دست راست از گریبان حریف داشته است و معلوم است که همان حلوک درونه را میخواهد استفاده کند و رقابت را باز میدارد اینجا عبدالله سید خوجایف و به خاطر کمفعالی با شکر محمد میرمحمدov آگاهی به هر دو اکنون به نکبخزاده اینجا تنبیه داده شد از جانب داور چون هر دو کمفعال بودند. فشار شکر محمد میرمحمدov همان حلوک درونه را اگر استفاده کند ما قبلا هم اشاره کردیم برای نکروز نکبخزاده بسیار مشکل می شود چون با همان وزنی که دارد دیگر با تخت پوش می رود. واقعا احسن با نکروز نکبخزاده که امروز خیلی خوب هنرنمایی کرد. با همین وزن گرانی که دارد حریفان را با امتیاز حلال و تخت پوش افشانید. اما شکر محمد میرمحمدov که تجربه اشتراک در مسابقات بانفوذ دارد، چمپیون فعلی جهان در رشته گوشتینگیری است، بیشتر از همان تجربه داشته خود استفاده میکند و یک
имконияти хуб ҳам дорад Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ки ҳарифро хаста кунад, баъдан барои иҷрои усул талош кунад. Аммо агар ба ҳар ду даст Некрӯз Некбахзода аз миёни ҳариф дорад, пас кор тамом хоҳад шуд. خب شکرمحمد میرمحمدov در دوره اول سیفالدین یوسفov را شکست داد، بعدا رستم خوجایف را از صدر روی خود بیرون کرد. با باباخان بختاور باباخانov را هم در مرحله نیم نهایی شکست داد. نکروز نکبخزاده باشد در دوره اول آزاد بود، بعدا محمد فرهادov را از صدر روی خود بیرون کرد. بر مقابل امام کمالov هم یک هنر شایسته خود را نشان داد و عین حال هر دو برای جایزه اساسی این مسابقه مبارزه میبرند. شکرمحمد میرمحمدov آگاهی دارد نکبخزاده باشد، تنبیه و پایزنی از جانب شکرمحمد میرمحمدov و امتیاز بدن را هم صاحب می شود شکرمحمد میرمحمدov. اینجا نکروز نکبخزاده گمان کرد که دیگر رقابت باز داشته شده است، حرکت نکرد. او به همین خاطر فشار را شکرمحمد تا با آخر ادامه داد که همین یک بدن میتواند که تقدیر رقابت را حل کند. اگر تا با آخر نگاه داشته تواند شکرمحمد میرمحمدov. نکروز نکبخزاده کم گمان میکنم که خسته هم گردیده است، اما موقعیت را اگر اشغال کرده تواند با فشار دست بسیار هم پرتافت خوب انجام میدهد. این پهلوان ولایت سوخت که از تیم اوستاپیریان است، از کسبیت اوستاپیروف البته آموخته است، از مکتب او. 4 ثانیه 3 2 1 تمام. وقت به انجام میرسد دوستان عزیز. در وزن جمع 95 کیلوگرم در این مسابقات با نفوذ جمهوری شکرمحمد میرمحمدov توانست با برتری یک بدن نشان طلا را به دست بیارد و نکروز نکبخزاده باشد و گرفتن نشانی نقره مشرف میگردد. شکرمحمد میرمحمدov با ایستگی اکنون به چهره اساسی در این وزن تبدیل می‌یابد.